خبرهای اقتصادی امروز 14 فوریه در پیام تیوی. شرکت دولتی شبکه تقسیمات برق درباره مبلغ پرداخت نشده قرض از استفاده برق را که در دوام تمام دوره فعالیتش بعد نوسازی ساختار شرکت سهامی هلدینگی برق تاجیک به وجود آمده بود معلومات داد. نمایندگان این شرکت دیروز 13 فوریه ضمن نشستی مطبوعاتی خبر دادند که حجم عمومی قرضهای دبیتوری در دوام 2 سال 537 میلیون سومانی حدود 52 میلیون دلار را تشکیل داده است. ذکر شد که بعضی کارخانه‌ها منتظم مبلغ استفاده برق را سریع وقت و پور را پرداخت نمی‌کنند. به صفی کارخانه‌های به انصافی که پول استفاده برق را نمی‌سپارند، در نوبت اول شرکت آلومینی تاجیک تالکو داخل می‌شود که طی 2 سال اخیر زیاده از 97.6 میلیون سومانی پول استفاده برق را پرداخت نکرده است. قرض شرکت از برق با نظرداشت سالهای پیشین به 487 میلیون سومانی حدود 47 میلیون دلار رسیده است. агентии بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت کشور نیز به این قطار شامل شده حجم قرضش از استفاده برق در ظرف 2 سال 170 میلیون سومانی زیاد شد. با نظرداشت سالهای پیشین 460 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. قرض اهالی نیز دوام 2 سال اخیر 139 میلیون سومانی زیاد شده. به این طریق قرضهای استعمالگران معیشی به 1.5 میلیارد سومانی نزدیک شده است. قرض عمومی همه استعمالگران در دوام تمام سالها علاقه قریب 3 میلیارد و 700 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. رئیس شرکت برق تاجیک محمد عمر اساس‌زاده در نشست مطبوعاتی اظهار داشت که شرکت‌های در زمینه برق تاجیک تأسیس یافته مثل شرکت شبکه‌های انتقالی برق و شرکت شبکه‌های تقسیمات برق کار خود را به هیچ گونه قرض آغاز نمودند و به همه قرض‌های تا سال 2021 بوده خود شرکت برق تاجیک مشغول می‌شود. طبق نتیجه های سال 2022 مجموع محصولات داخلی تاجیکستان تا 115 میلیارد سومانی افزایش یافته است. در این باره ذوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای کشور در نشست مطبوعاتی‌اش خبر داد. با اطلاع منبع افزایش نظر به سال گذشته 8% را تشکیل داد. طبق آمار نهاد مذکور این از حساب 15.4% افزودن حجم استحصال محصولات صنعتی که 42 میلیارد و 900 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد به دست آمده است. بنا به باوری ذوقی زاده چنین دستاورد در نتیجه تامین طلبات بازار به محصولات وطنی با استفاده دادن اقتدارهای نو و استفاده اقتدار صادراتی به دست آمده است. همین طریق بیش از 487 کارخانه‌های نو برای زیاده از 4000 جای کاری به کار درآمده است. حجم محصولات خارجی قشلاق 8% افزوده 49 میلیارد و 200 میلیون سومانی را تشکیل داده است. از جمله محصولات زراعتی 7.7% و چاره‌داری 8.75% افزود. اینچنین گردش بار و مسافرکشانی 37.2%، خدمت‌رسانی پولکی 16%، مبلغ‌گذاری به فوندهای اساسی 11.4% افزوده است. در برابر این حجم عمومی معاملات مال 11.2% افزوده است. سطح تورم باشد در سال 2022 در جمهوری 4.2% را تشکیل داد. قابل ذکر است که این رقم نسبت به سال 2021 3.8% کم است. آن وقت افزایش تورم در سطح 8% بود. کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل حجم معاملات کارت‌های بانکی را در سال 2022 افزایش دادند. در این باره خبرگزاری اربکه با تکیه به آمار بانک‌های مرکزی این کشورها می‌نویسد. همین طریق سرعت افزایش در یک قطار کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل خیلی بلندتر بوده است. این معلومات از بانک‌های مرکزی تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، گرجستان، بلاروس و ارمنستان گرفته شده است. بنا به معلومات افزایش استحصال کارت‌ها در تاجیکستان به طور رکوردی بوده است. شماره کارت‌های در معاملات بوده 45.5% افزوده به 5 میلیون دانه رسیده است. در همین حال اکثر بانکمات‌ها در تاجیکستان از پول خالی هستند. همچنین در تاجیکستان تا حال از خرید و فروش آنلاینی طریق کارت بانکی عادت نکردند. این بلندترین نشانداد در 5 سال اخیر است. در گزارش معلوماتی هم کارت‌های نظام‌های بین‌المللی پرداخت IPC و هم کارت‌های محلی را به نظر می‌گیرند. سطح پسترین افزایش در قزاقستان بیشتر از 8.35% را تشکیل داده است. در گرجستان نیز آن همگی بیش از 4.6% است و این حداقل از سال 2018 میباشد.
нархи арз. бонки миллии тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 14 феврал эълон кард. тибқи нишондоди бонки миллии тоҷикистон қадри пули русӣ рӯз ба рӯз поин меравад ва имрӯз арзиши 100 рубли русӣ 14 сомониву 10 дирам аст. ин ниҳод қурби миёнаи фурӯши $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар муассисаҳои қарзии Тоҷикистонро 1041 сомониву 54 дирам арзёбӣ кардааст. бонки миллӣ қурби миёнаи фурӯши 100 евроро 1113 сомониву 82 дирам арзёбӣ кардааст. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои Лондон $1867.45 муомила шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brentgrad фьючерси Лондон $80.97 муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightweight Grad Oil New York $79.22 муомила шуд.